در تایمگیری تارا به خاطر که چرخنده CVT داره حتما باید به نشان روی میرسوپاپ با خطی که روی تسمه است دقت کافی بشه. الان نگاه کن این CVT شه، حتما باید این نشان با اون خط 100% در یک راستا قرار بگیرم. دلیلش هم اینه که چون که چرخنده CVT داره و دید کافی به اون سوراخی که قفل کننده میرسوپاپ نداریم و اینکه روی دو جا اشتباهاً قفل میشه، اگر اون خط با اون نشان یکی نباشه یک دانه برابر تایم دقیق در نمیاد و اگر تایم دقیق در نمیاد باعث مصرف 2 برابر ماشین، کاهش شدید شتاب و چون CVT داره و CVT از تایم خارج بشه صدای تراکتور میده ماشین. دوستان عزیز، هر چقدر ماشین ها پیشرفته تر میشن باید مکانیک علم خودش رو به روزتر کنه که به مالک ماشین و ماشین ضرر نرسانه. الان تایم تارا یک مقدار حساسیت داره. چرا؟ چون پیستونش تاج داره. اگر سوپاپ با پیستون برخورد کنه به خاطر تاج بودن پیستون باعث خورد شدن پیستون و تعمیر موتور کامل شدن پیستون میشه. پس حتما اینو دقت داشته باشین. تاراها تایمشون یک مقدار حساس تره. این پستم با لایک و با ارسال برای دوستاتون حمایت کنین و حتما میخوام نظرتون رو زیر پستم بدانم.